و شما هستیم عزیزان بیننده در ادامه برنامه صبح آرزو. شما رو بازم خوش آمدید میگم در ادامه برنامه. عزیزانی که 34 ولایت افغانستان ما را نگاه میکنه، اوقات لحظات خوب براتون آرزو میکنم. در ادامه برنامه و بخش کودک با شما همراه هستیم و در این بخش قسمی که در آغاز برنامه گفتم که 3 تا مهمان نازنین را با خودم می داشته باشم که هر سهشان در استودیو با ما پیوستن. انگیزه جان، صدف جان، ستایش جان، دکتر سایبا را امروز در برنامه مهمان داریم که این دکترای قندول و نازنین ببینم که متخصص کدام بخش ها هستن و تخصصشان در کدام بخش گرفته. یک چند تا از همکارای ما دیگه کمک مریض هستن، مثلا تقاضا میکنم که باز اونا رو تداوی بکنن. میکنن تداوی؟ اول سلام کلام شروع میکنم امروزشان، بعد تخصصشان حتما باز پرسان میکنم. انگیزه جان صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. خوش آمدی به برنامه. تشکر. به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار، وجود و عدم، به نام فرمانروای اقلیم و هنر و سلام بر تک تک کارمندان شما و تمام هموطنان که ما را در سراسر دنیا از این درجه تماشا میکند. انگیزه بها هستم، یک از مهمانان کوچک برنامه شما. قربانت. انگیزه قندار چی شیرین گپ میزنه انگیزه. باز اینا قسم کودکان نازنین را که می داشته باشم من میگم ساعتها بشینم همراهشان گپ بزنم. خوشحال هستم که دارمت. صدف جان صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. خوش آمدی به برنامه. تشکر. سلام خدمت شما و یک سلام خاص به بینندگان شما. صبح زیبایتان بخیر. امیدوارم صحت و سلامت باشید. لباس عافیت بر تن داشته باشید. اسم من صدف بنت دکتر حامد، متعلم صنف سوم الف مکتب لیسه آل خصوصی رگوشای نور. خوش آمدی عزیز من. و ستایش هم در استودیو با ما هست. حالا با ستایش سلام و کلام می داشته باشم. سلام ستایش جان. سلام خدمت شما و یک سلام خاص به بیننده های شما. صبحتان بخیر. امیدوارم که جور و صحتمند باشید و گزن روزگار در امان باشید. نامم ستایش بنت دکتر حامد، متعلم صنف سوم مکتب لیسه آل خصوصی رگوشای نور. خوش آمدی ستایش جان. خوش باشید. این دکترای عزیز دیگه حتی خوبش هم در بخش طبی دیگه تخصص داره، نه هم فصاحت کلام خیلی خوب داره. بیخیال مرغوب تحت تاثیرشان برد. همونطور فکر انگیزه رو یک بار دیگه ما در برنامه داشتیم. او بارم همونطور پر انرژی، پر کلام، پر حرف بود. این بارم همون شکل هست. ولی 2 عزیز دیگر تازه در برنامه با خودمان داره. انگیزه فکر کنم صنف 3 بودی. درست چطور میگذره؟ عالی میگذره. دیگه وقتی که شاگرد لایق باشه طبعا که درساش عالی میگذره. از صدف نازنین پرسان کنم صدف جان صنف چند هستی؟ صنف سوم الف. صنف سوم الف. شما 3 تا هم صنفی نیستین یا هستین؟ هستیم. در یک صنف هستین؟ خیلی صادقانه برام بگو در بینتان کی زیاد لایق است؟ ارسیما. نه خو یک کم زیادتر کی لایق است؟ ارسیما. خیلی کی کم ضعیف است؟ هیچ کدومو. بله. ستایش جانم صنف 3 یعنی این 3 تا عزیز هر سهشان در یک صنف درس میخوانن، خواهر خوانده هستن و صنفی در آینده میخوان هر سهشان همکار باشن، هم دکترای در جامعه باشن و همچنان همکاران یکدیگرشان. ستایش جان و صدف جان چهره میتن به یکدیگرشان قرابت داره؟ بله دوگانی هستی. 2 خواهرای دوگانی. 2 تا عزیز ما 2 تا از خواهرای دوگانی هستن. کدامتان کلانتر هستین؟ ستایش جان کلانتر است. یگان وقت پتکه میکنی سر خواهرت که بگی من کلان هستم از گپم شو یک گلاس آب برام بیار؟ نمیکنی؟ بله. خب حالا از انگیزه پرسان کنم. انگیزه جان دیگه دکتر چی هستی؟ من دوست دارم در آینده دکتر جراح ارتوپدی شم. جراح ارتوپدی شوم. من یک کم پای درد هستم، باز مرد تداوی میکنی وقت شاید بخی زیاد پیش شوم. مریضیایم زیاد شوه. تداوی میکنی؟ بله. عزیزم من امروز قرار است که انگیزه در مورد مغز با ما شما صحبت‌های داشته باشه. از انگیزه مشنویم. هدف من دکتر شدن از همین خاطر از همین سن کوچک خود دنبال هدفهای خود هستم. همیشه از پدر جانم که یک دکتر است و از استاد عزیزم که خوشبختانه یک دکتر است سوالات پرسان میکنم. چند روز پیش در یک کتاب در مورد مغز معلومات خواندم و چیزهای خوبی را آموختم. الان میخواهم این چیزها را با دوستهای عزیزم شریک سازم. بسم الله الرحمن الرحیم. مغز مرکز اصلی دریافت، تفسیر و اطلاعات در بدن است. وظیفه تحلیل افکار، عواطف، رفتار، احساس و حافظه را
گردهدار است. مغز شامل دماغ اکبر، دماغ اصغر و ساقه مغز می باشد که در بین جمجمه واقع است. دماغ اکبر بزرگترین بخش مغز است که برای آن فرو رفتگی ها و برچیزگی های زیادی دیده می شود. در قسمت تحاتانی دماغ اکبر عقب ساقه دماغ اصغر موقعیت دارد که از یک سو به نخاع شوکی و سوی دیگر به دماغ اکبر و دماغ اصغر متصل است. این بخش داخل ستون فقرات از نخاع شوکی الی مستطیل موقعیت دارد. نخاع شوکی مغز را به دستگاه عصبی مرکزی انتقال می دهد. دو دستگاه ارادی و غیر ارادی می باشد. سیستم اعصاب ارادی، این سیستم شامل نیورون های حرکی محیطی می باشد و عضلات اسکلتی را تحریک می نماید که تحت کنترل البهانی ما قرار دارد. سیستم اعصاب غیر ارادی خود مختار انقباض عضلات قلبی و لشمی و همچنین کار تنظیم غدوات را به صورت اتومات انجام می شود که خارج از کنترل ما قرار دارد. این اعمال را سیستم غیر ارادی تنظیم می کند. ماشاءالله، آفرین عزیزم، از چقدر معلومات خوب را انگیزه با ما شما شریک ساخت و چی با فصاحت کلام خیلی خوب در مورد مغز. واقعا معلوماتایی را که قسمی که در آغاز گفت که میخوایم معلوماتای خوبی را میگه خواندم خودم، حالا میخوایم که تو دوستایم شریکش بسازم. اینمی کارم کرد، چرا که خودش دانست خواست با ما شما هم شریکش بسازه. من مطمئن هستم که ما در طی سالهای آینده خود از دکتران موفق می داشته باشیم. صدف نازنینم دیگه قرار است دکتر شش باشه امروز و قرار است در مورد شش اگران صحبت‌های با ما شما داشته باشه که چی ویژگی هایی را شش داره، کدام وظایف را انجام میده در بدن ما و چی گفتنی هایی داره. ولی چون که علاقمندی به طبابت دارم درباره اعضای بدن همیشه در جستجو معلومات هستم. امروز میخواهم درباره یک عضو مهم بدن که ریه یا شش ها از معلومات و خشت خدمت دوستان عزیز ارائه بدهم. بسم الله الرحمن الرحیم. ریه ها شش ها اعضای تنفس هستند که در قفس سینه هر طرف قرار دارد. عملکرد ریه ها اکسیژن رسانی خون است. این عدد بوده که اکسیژن را در اختیار بدن قرار میدهد و گازهای مانند کربن دی اکساید را خارج می کند. عوامل زیاد وجود دارد که می تواند بر ریه انسان تاثیر بگذارد و که آنها سیگارت است. ریه معمولی در یک انسان بالغ حدود 2.2 کیلوگرم وزن دارد. آفرین عزیزم، آفرین. دیگه سالها بگذره و ما شاهدش باشیم که انگیزه، صدف و ستایش را واقعا دکتران مسلکی داشته باشیم در افغانستان ما. ستایش نازنین در مورد یک عضو بسیار زیاد فعال بدن ما قرار صحبت بکنه. در مورد قلب امروز صحبت هایی می داشته باشه. بله، من هم بنابر علاقمندی خود دنبال هدفهای خود هستم. از همین خاطر بیشتر اوقات بیکاری خود صرف خواندن کتاب‌های طبی می‌کنم. چند روز قبل یک معلومات در قلب در کتاب خواندم و می‌خوام معلومات خود معلومات خیش را خدمت شما میده‌های عزیز بدارم. قربانت، مشنویم عزیز من، بگو کدام معلومات داری؟ قلب از یک نوع عضله است که به نام عضله قلبی یاد میشه ساخته شده است که بین قفس سینه بین شانه که به طرف چپ واقع شده و زیر عقل یا خوشای بعضی نسخه پریکاردیوم احاطه گردیده است. بعضی نسخه دولاب دوازماهی پر می باشد تا قلب ساییده شدن محافظت نماید. استقامت قلب بر انسان برابر مشت می باشد. قلب از سوی راست و چپ تقسیم شده است. این دو قسمت به قسمت‌های بالایی و پایینی تقسیم گردد. قسمت بالایی که دیوار عضلی نسکتی دارد به نام دهلیز و قسمت پایینی که دیوار ضخیم‌تری دارد به نام بطن حیات می‌شود. بدین ترتیب قسمت راست قلب به دهلیز راست و بطن راست و قسمت چپ قلب به دهلیز چپ جدا گردیده است. اگر رگ به خصوص که بین سیاره که بالای استخوان گذاشته باشد به انگوش گذاشته شود. تاثیر زبان قلب انسان در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه می باشد. در وقت کارسختی و ورزش و داشتن بسیار ترحم می شود. آفرین عزیزم، آفرین. خیلی قلب خودت چقدر است؟ برابر مشت. آفرین، آفرین. واقعا معلومات های خیلی خوب را با ما شما عزیزان شریک ساختین، دکتران کوچک ما و شما. انگیزه نازنین دیگه چی صحبت هایی داری با ما؟ استخوان‌های بدن یاد دارم. شریک بسازی معلوماتتان با ما؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سر از 4 استخوان منظم تشکیل شده از خود سر یا جوف سر به نام کرانیال کاویتی یاد می شود. استخوان پیشرو فرونتر، استخوان بالای پریتر، استخوان دو طرف تمپورال، استخوان پیش اوکسیپیتر. استخوان وجه از 14 عضو تشکیل شده از جفت چشم لاکرومر، استخوان سربینی نزل، استخوان علاش زگماتیک، استخوان زنخمندی بالا، استخوان که بینی را از رب جدا کرده ماکسیلا یاد می شود. استخوان گردن سرویکال، استخوان شانه شولدر. قفس سینه
قفچین برام استرنوم یاد می شود و با قفچین رب یاد می شود. استخوان بازو همورس، مفصل آرنج البوس، ساعد دست اوم رادیوس، بند دست کارپوس، پنج استخوان یک جوشته که کف دست را ساخته میتاکارپوس و انگشت ها فلنکس. موری کمر از یک جور استخوان منظم تشکیل شده است. 7 تاش سرویکال، 12 تاش توراسک، 5 تاش لومبر، 5 تاش ساکرال و آخرش به نام کوکسیکس یاد می شود. محاطی حوصله یا استخوان حوصله به نام پلویک یاد می شود. استخوان کوکسیکس هم استخوان پلویک یک جوشته که کمربند حوصله را ساخته به نام سکروم یاد می شود. استخوان پای به نام فیمور یاد می شود که کلانترین و قویترین استخوان است و بالا عینک زانو قرار دارد. خود عینک زانو پتیلا، خود مفصل زانو نیو جوینت، دو استخوان یک جوشته که ساق پای را سخته، تیبیا و فیبولا یاد میشه که تیبیا استخوان کلانی و فیبولا استخوان کوچک. مفصل بجلک پای به نام انکل جوینت. بند پای از چند استخوان نامنظم تشکیل شده از خود بند پای تارسلز، کف پای میتاتارسس و کوری پای کلکانوس یاد میشود. انگشت ها فلنکس. آفرین عزیزم، آفرین. و حالا مطمئن هستم دکتر صاحبایی که اگر تا هنوز نرفتن به طرف وظایفشان و یا هم ساعت 9 ممکن ساعت کارشان آغاز شود بیننده برنامه ما هستن، به استعدادهای نازنینا و با این معلومات‌های خیلی خوب را که با ما شما شریک ساخت یک آفرینی دادن. من مطمئن هستم امیال دکتر صاحبایی که تخصص دارن بر شما یک آفرینی بسیار کلان با ستاره را دادن که میگن چقدر این دخترها لایق هستن. در آینده دیگه میتونن که وقتی که میگه اگر ما بیایم تقاعد بکنیم اینا جای ما رو میگیرن و خدمت میکنن برای مردم افغانستان، برای کشورشان. انگیزه چند ساله است عزیز من 9 ساله. 9 ساله. صنف 6 ساله بودی مکتب شامل شدی؟ بله. خیلی خوب. واقعا من افتخار میکنم با وجود هر کدام از اینا. و صدف جان نازنین پیامت میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مصرف سیگار باعث کاهش اکسیژن و همچنین باعث شکننده شدن استخوان ها. سیگار باعث بروز مشکلات مانند بوی بد دهان و خراب شدن دندان ها می شود و از همه مهمتر باعث سرطان ریه می شود. به خاطر مواظبت از ریه های خود باید هرگز سیگار نکشید. بله. صدف نازنین دیگه دکتر صدف در مورد شش ها برای ما شما معلومات ارائه کرد و همچنین پیام خوب هم در مورد شش ها داشت که میگه سیگار استفاده نکنین که بسیار زیاد مضر است برای بدن ما. شما همیشه هر کسی را دیدی توصیه میکنی؟ بله. آفرین. و ستایش هم در رابطه با قلب ما شما معلومات داد. حالا میخوای پیام را به ما منتقل بسازه. بله، من میخوایم پیام خود را نظر به موضوع براتون ارائه کردم بدهم. پیام من در مورد غذایی که در قلب مفید است خدمت شما ارائه میدارم که به خاطر سلامتی قلب باید همیشه از همچون غذا استفاده کنید که عبارت از ماهی، چای سبز، روغن زیتون، سیب، لوبیا و ماست و غیره. به خصوص سیب به علت وجود آنتی اکسیدان ها که معلومات در پوستان که در قلب بسیار مفید است. پس همیشه از همچون غذا استفاده کنیم تا یک قلب سالم داشته باشیم. آفرین عزیز من. خود در غذا چی را زیاد دوست داری؟ من قابلی. مضر است یا مفید در قلب؟ مفید دیگه. عزیز من. خب پیام انگیزه را میگیره. من پیام ندارم بلکه خواهش دارم. خواهشم از دولت است. از دولت فعلی افغانستان خواهشمندانه تقاضا می نمایم که در مورد بازگشایی مکاتب با یک سیستم نوین و روزانه امید توجیه جدی داشته باشند تا نسل آینده برای گشایش فصل جدید بیاندیشند. فصل لبریز از امید از خود آدمی سازیم و عالمی. بله، واقعا پیامی که باید به گوش مسئولانی که در رأس حکومت قرار دارن برسه. مطمئن هستم که این آرزوها و آرمانهای این استعدادهای بزرگ و نونهالان ما و شما که هست هیچ وقت پایین نخواهد ماند و ما در تلاش این هستیم، در دنبال این هستیم که این نونهالان قشنگ ما سر بلند بکنن و شاخهای پربار را تقدیم افغانستان و تقدیم مردم افغانستان بکنن. بسیار زیاد خوش آمدین شما دکترای عزیز. خیلی تشکر.